شامتان بخیر باشد. پنجشنبه دهم دکبر 2020 سال است و آخرین تحولات امروزه تاجیکستان و جهان در نشر خبری مستقیما روی موج رادیو ماجر. خبرهای این ساعت را از روسیه شروع میکنیم. در قلمرو خبروسک روسیه هنگام ساختن انشاءات اجتماعی مقامات تصمیم گرفتند که در مکانهایی که قوه کاری مهاجران کمی میکند جای آنها را با محبوسان پر کنند. در این باره وزیر ساختمان منطقه خبروسک فدراسیون روسیه اندری چکولایف در یک نشست به خبرنگاران اظهار داشت. قید کرده شده است که جلب همه محکوم شدگان به کارهای ساختمانی به نقشه گرفته نشده است، اما بعضی از آنها را در کارهای ساختمانی در جاهای خالی مانده مهاجران مهنتی جلب خواهند کرد. مسئله با کار آوردن محکوم شدگان بر عوض مهاجران هنوز نهایی نشده است. روند این کار هماهنگی با مقامات مسئول حفظ حقوق را تقاضا میکند که در عین زمان این مرحله در بررسی قرار دارد. یادداشت میکنیم که قلمرو خبروسک نورسایی قوه کارگران خارجی را احساس میکند. پیش از جاری شدن محدودیت ها با سبب پنهان شدن سرایت کرونا ویروس، یک قسم خرد مهاجران کاری از آسیا مرکزی اینچنین از چین و کره شمالی به این منطقه با مقصد کار آمده بودند. اول مقامات میگویند که با این مقدار کمی مهاجران مهنتی نمیتوانند کارها را پیش برند و انشاءات ساختمانی را در وقت معین گردیده به استفاده دهند. از این سبب ساختمان بعضی انشاءات ها از جمله انشاءات های اجتماعی به قبل یخ بستند. در این برابر بعضی از کارخانه ها بنا به نارسایی قوه کاری مهاجران مهنتی مجبور شدند استحصالات را کاهش دهند یا به پورگی کار را قطع کنند که این به اقتصاد منطقه ضرر جدی منفی میرساند. از خبروسک برمیگردیم به مسکو. خبرهای این ساعت را مستقیما میشنوید. چاره‌های محدود کننده مربوط به پاندمی کووید 19 در روسیه باعث کاهش یافتن شماره مهاجران مهنتی گردیده است. این روند به اقتصاد روسیه نیز به تاثیر نمیماند. از این رو رهبران یک قطار منطقه ها و شرکت های کلان بارها اظهار داشتند که به نارسایی جدی قوه کاری مهاجران مهنتی روبرو هستند. در سعی ساده کردن شرایط ورود و اقامت شهروندان خارجی به روسیه و از سوی دیگر ساده کردن این روند از جانب کارشناسان مختلف، سیاستمداران و چهره‌های مختلف جمعیتی در این دوره بارها صدد دادند. از جمله رهبر پالاتای سودا و صنعت فدراسیون روسیه سرگئی کاترین به نزدیکی ضرورت مساعدت به ورود کادرهای بلند اختصاص را از حساب شهروندان خارجی اعلام کرد. اما با گفته پرزیدنت فدراسیون مهاجران وادیم کوژنوف، احتیاج روسیه به این گونه مهاجران کمتر از 1% را تشکیل می‌دهد. من حتی این را جدی محاکمه نمی‌کنم. معلوم است که نیاز به مهاجران بلند اختصاص نه بیشتر از 1% را تشکیل می‌دهد. حالا روسیه به مهاجران مهنتی معمولی بیشتر نیاز دارد. جریان پایانی صاحبکاران وجود دارد که به دستهای کاری نیاز دارند، اما ما به آنها کمک کرده نمی‌توانیم چون که مرزها بسته هستند، میگوید وادیم کوژنوف. درج گردیده است که در بسیار موارد کارفرمایان به پرداخت معاش بلند راضی هستند، اما معمولا باقی میماند که چرا در این حالت خود شهروندان روسیه با آن شغل‌هایی که پیشتر مهاجران مهنتی فرا گرفته شده بودند کار نمی‌کنند. ادامه خبرها و در روسیه میمانیم. در یک جلسه رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین دستور داد که برای کاهش دادن نرخ محصولات مهم عضوقواره در این کشور چاره‌های مؤثر اندیشیده شود. این موضوع برای مردم به نهایت اساسی است. در شرایط کاهش یافتن درآمد این تنها غیر قابل قبول است، تاکید داشته است میخائیل میشوستین. با گفته رئیس حکومت روسیه، وزارت‌ها خطر بالوروی نرخ‌ها را کم ارزیابی کردند و نظارت وضع را از دست دادند. بسیاری‌ها اشتباهاً بالوروی نرخ غذا را به موسمی مربوط دادند، اما چطوری می‌بینیم این موسمی نیست و برقصدانه بالوروی نرخ انواع محصولات خوراکواری میباشد، گفته است میخائیل میشوستین رئیس حکومت فدراسیون روسیه. علاوه گردیده است که نمایندگان وزارت‌های داخلدار افزایش صادرات، دینامیکای نرخ‌های جهانی، افزایش قرب اسعار و کم شدن استحصال یک قطار مال‌ها را به نظر نگرفتند. میخائیل میشوستین یادآور شده است که قبلا پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امر داده بود که برای محدود کردن بالوروی نرخ‌ها چاره‌های ضروری اندیشیده شوند.
وی از بالاروی نرخ محصولات از قبیل شکر، روغن آفتابپرست، نان و آرد اظهار تعجب کرد و چنین عملها را کوشش مطابق کردن نرخ‌های داخلی با نرخ‌های جهانی نامید. یادآوری می‌کنیم که موافق معلومات مقامات روستات نرخ چکنه شکر در ماه‌های ینور نوامبر 71.54%، روغن آفتابپرست 23.78%، ماکارون 10.45% و نان 6.34% در روسیه افزایش یافته است. خبرهای مهمترین آخر روز را مستقیما روی موج رادیوی موجر میشنوید. از مسکو به سنت پتربورگ میرویم. دادگاه ناحیه کالینینسکی شهر سنت پتربورگ یک مرد ازبکستانی را که دست کودک را شکست برای 2 ماه بنا به ادامه یافتن کارهای تفتیشات در نسبتش حبس پیشکی تطبیق کرد. این مرد برای آن دست پسر بچه را شکسته است که نورس با پسر این مرد مناقشه نموده است. این همه بعد از ظهر آخر هفته گذشته در میدانچه بازی نزد بناهای استقامتی در شایگی دیگران روی داده است. 5 دکبر سال روان تقریبا ساعت 15 حیدر شونده دیده دانسته در جریان مناقشه ناگهانی پسر نابالغش با یک پسر بچه همسن سالش با مقصد رسانیدن ضرر به سلامتی او به نابالغ جبریده نزدیک آمده او را از لباسهایش گرفته به سطح سینه‌اش برداشته و به زمین زده است. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات دادگاه ناحیه کالینینسکی شهر سنت پتربورگ. در نتیجه این واقعه پسر بچه 11 ساله روس جبر دیده دستش شکسته است که او را طبیبان در حال جراحی نمودند. نسبت این مرد برای قصداً رساندن ضرر میانه به سلامتی نفر نابالغ پرونده جنایی باز نمودند که در صورت اثبات شدن گناهش او را تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. رسانه‌های روسی می‌نویسند که این مرد خشمگین شهروند ازبکستان بوده و سابق کارمند وزارت کارهای داخلی جمهوری ازبکستان میباشد که حالا در نفقه قرار دارد. از دادرس پرونده خواهش کرده است که در دوره تفتیشات حکم حبس پیشکی را در نسبتش تطبیق نکند، اما مفتشان اصرار ورزیدند که این مرد جای زیستش را به هنگام بازپرسی اول به آنها دیده دانسته دروغ گفته است و در آن مکانی که در قید رسمی گذاشته شده است عموما زندگی نمی‌کند. از این رو مفتشان احتمال از تفتیشات پنهان شدن گمان بر شونده را به میان گذاشتند که دادرس با رازیگی دادستان در نسبت این مرد ازبکستانی در دوره تفتیشات حبس پیشکی را برای 2 ماه تطبیق کرد. در آخر نشر خبری نظر به وضع امروزه به ازبکستان میکنیم. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف دستور داد که نرخ چپتاوی هواپیمایی شرکت ازبکستان ایرویز را کاهش دهند. خبر میدهد خدمات مطبوعات سرور دولت این کشور در ملاقات ویدیویی شوکت میرزیویف و اعضای حکومت ازبکستان نقشه های رشد بخش سیاحی را در زمینه پاندمی کرونا ویروس بررسی کردند. پرزیدنت ارزش بلند چپتاوی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ملی ازبکستان را تنقید کرد و به حکومت وزارت کمیته‌های داخلدار وظیفه‌های مشخص گذاشته است که در فرصت کوتاه‌ترین نرخ چپتاوی هواپیمایی ازبکستان پررو کاهش داده شوند. همچنین پیشنهاد کرده شده است که برای شهروندان کشورهایی که به ازبکستان در روادید یا خود ویزا وارد می‌شوند دادن روادید ساده کرده شود. گفته می شود که جلب 1.7 میلیون سیاح خارجی و 7.5 میلیون سیاحان محلی در سال 2021 به نقشه گرفته شده است. آمده است در خبر رسمی. تاکید کرده می شود که برای تطبیق تدبیرهای در بالا ذکر شده در سال 2021 پروازهای هوایی با اروپا، مالزی، اندونزی، پاکستان، تایلند و ژاپن برقرار کردن لازم است. علاوه بر این شوکت میرزیویف امر داده است که امتیازها برای دستگیری بخش سیاحی در دوره پاندمی تا آخر سال آینده دراز کرده شود. همچنین تشکیل عمومی توریسم داخلی، جاری نمودن تخفیف‌ها در نقلیات و خدمات رسانی مهمانخانه‌ها برای اهالی به نقشه گرفته شده است. نشر خبر این ساعت را مستقیما در روی موج رادیوی موجر شنیدید. سلامت باشید.